این میمون خرد 4 سال باز در باغ حیوانات شهر خوجند زندگی میکند و یکی از جانورهای جالبی تماشاگران است. بنیادگذار باغ میگوید در 4 سال این میمون بار هم بیمار نشده بود، ولی سرمای امسال آن را کمی ناتاب کرد. وقتی که همین سال کمتر هوا خنک شد که سرد شد، این میمونچه ما و سلامتیش خودی انسان برین اینا گریپ شدن. وقتی که بیمار شدن با اجازه دکترهای بایتری ما، دکترهای حیوانی ما، برای سوزاندارو گذراندن، دادن داروهای همین ما رو در قفس معده میگیریم و در جای گرم بعد همون گذراندن سوزانداروها 3 روز در خانه گرم ایستاد. برای می حقیقتا ما داریم نه تنها میمون رو، ما در من شیر، تیگر وقتی بیمار میشود قفس‌های مخصوص داریم که 3 روز در داخلی هوای ما نگهداری میکنیم. این یگانه باغ جانوران در حدود ولایت سوخت است و امکان تماشای حیوانات وحشی را در شمال کشور صاحبکار محلی مدینه دولت و 7 سال پیش فراهم کرده است. و میگوید برای خریدن جانوران و تأسیس باغ از بانک پول قرض گرفت و همچنین در گرد آوردن جانوران نادر دوستان و خویشان و خیرخواهان یاری کردند. هرچند حالا شمار کمی حیوانها در این باغ دیده میشوند، مالکش میگوید بیش از 30 نوع آن را در طول این 7 سال جمع آوری کرده است. ما همه قدر کمبودی داریم که جای زمستان گذرانی نداریم. جای میشد که میمونچه رو به خانه خود میبرم. ما رو حاضر در خانه خودم ما نگاه بینی میکنیم. ما روی کلان داریم و یا در خانه خودم ما نگاه داری میکنیم. سالهای پیش نیز برای نبود شرایط مساعد قسمی از جانوران را به دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرستاده بود. هرچند خرج زمستانه نگاهبین حیوانات نظر به دیگر فصلها خیلی بیشتر است، تماشاگران باغ هم در این موسم خیلی کمند. سیر کنندگان باغ حیوانات میگویند که کم بودن جانوران در این فصل سبب نآمدن آدمان میشوند. ما میخواهیم که در همین شهر خوجند در باغ حیوانات حیوانهای بسیارتر بیارند برای آنکه تماشابینان زیاد شود و آدمها را مقصد حیوان بسیار می شود تماشابینی می بیایم. مدینه دولت و تحصیل کرده آموزشگاه شهر قرشی ازبکستان در این رشته است. او آنجا عائله‌دار شده و همراه شوهرش در سیرک تاشکند به حیث مارباز کار کرده است. بعد گرفتن تجربه او این پیشه را در تاجیکستان ادامه داد. باغ خصوصی او با مبلغ تماشای مردم فعال است. نرخ بلیط درآمد برای کلانسالان 10 و برای کودکان 5 سامانی است. من همیشه آرزو میکنم که اگر کمتر از طرف آدمان خیرخواه، از طرف حکومت شهر خوجند، ولایت سوخت، من همیشه آرزو میکنم که دستگیری کنند در همین شهر خوجند یک زوپارک زمانوی برای مردم خوجند تشکیل کنیم. مثلا ما فرزندامون گرفته به شهر دوشنبه، تاشکند یا قرقیزستان نرفته، در خود همین پارک ما هم آباد شود، آبادی دولت هم آباد شود، هم برای فرزندای ما جدا عجایب می شود. نه ما میترسم. اکثر باغ‌های جانوران در تاجیکستان بارها برای نداشتن شرایط خوب تنقید می‌شوند. از جمله تماشابینان و ساکنان دوشنبه پیوسته با نشر عکس و نوار از حال جانوران در داخل پنجره‌ها شرایط باغ حیوانات پایتخت را انتقاد می‌کنند. برخی از این باغ به عنوان زندان جانوران نام میبرند و برخی هم نگهداری جانوران را در چنین شرایط ناممکن می‌دانند. آنها به زندگی حیوانات را در محیط طبیعی برتری می‌دهند. سالهاست جانورشناسان برای ساختمان یک باغ نو با معیارهای زمانوی در دوشنبه هم صدا بلند می‌کنند و این موضوع در جلسه‌های حکومت هم بررسی شده است. کاری که مدینه می‌خواهد عین آن را در خوجند بکند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.